یک نفر آمریکایی و یا ژورنالیست را ما گرفتار کنیم و آمریکایی از بین بره، جهان تکان میخوره. یک آمریکایی با یک فیر راکت، با یک فیرش در شهر راکت آمریکایی دانه صدها نفر از بین میرن یا زخمی میشوند. آیا انسان آمریکایی از گوشت و پوست و استخوان ساخته شده است و انسان افغانی ارزش ندارد؟ برای یک فرانسوی از ژورنالیست گرفته تا هر امکان دیگه بین المللی به کار انداخته می شود برای رهایی یک ژورنالیست. خوب است، ما اینو تایید میکنیم. اقدام بشرخواهانه است، ولی اقدام بشرخواهانه صرف برای یک طبیع آمریکایی و فرانسوی یا اقدام بشرخواهانه و صلحخواهانه برای یک طبیع افغانی